این برفی نیست. این برفی نیست. این برفی بوده نمیتواند. این گردن بندر گردنی برفی بود. برفی دختر جانم تو در کجا بودی یلمز؟ در کجا بودی آخیر؟ چرا او را حمایت نکردی؟ بس آروم شد. من در خانه نبودم. اینان بدی هجوم کرده است و بین باشد در کهدان پینان شده است. مادر جان، مادر جان، خاین‌ها خاین‌ها زیلال چی واقعه؟ چی واقعه زیلال؟ چی گفت شده است؟ ایستو زیلال برفینم را کشته با وضع دخترم را فهمون چی گفت شده است؟ من از مردنم خبر دارم از این کار نه که اصلا چی واقعه شده است؟ مادر جان فهمونه به این زنی شده است اگر دوای خونی نمیشد برفینم بکن نمیکنه و به دستی سلاحداران نمیافتاد دخترم نمیمرد آمین و همش شما گناهکاره شما برفینم را کشته شما قاتل سلاحداران برفین را کشتن مرا سنده حمید خواهی و همش تو گناهکاری این چیز رو نمیفهمم و همش تو گناهکاری حمید قاتل حمید ظالم دخترم را تو کشتی قاتل این طور نگوی این طور نگوی دخترت را من نکشتم قاتلا مادر جان بس برفی فهم خدیجه را شما بشا که او کشته با گناهی رافع و دستی تشکیلات آفریده شما دخترانی مرا به زینان داده خدا جزای شما را بدهد دختر جانم چخیلی که میدانید پگاه انتخابات است تشکیلات میخواهد نامزدی خودش را گذراند باید از صندوق و غیر از نامزدی ما دیگر نامی نبراید بیهوده تلاش نکن سینان بچه آواز دادنمان را میدانیم تهدیدهای تو فکر ما را تغییر نمیدهد
یعنی همینطور ها پسری سردار. اکنون با من خوب گوش کنید. این گپ های من پوچ خالی نیستند. اگر از صندوق نامی آدمی ما نبراید این ده را به خاک یکسان میکنم. همه دانسته مانید. بیاید میرویم. زود باشید میرویم. رفتیم همه از آن گفته های سینانی ظالم را شنیدید. من میدونم که شما از راه حق نمیبرایید، اما کارمان مشکل است. کاش خداوند کمکمان کند و قوتمان دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. آمين. به خدا زیلال نمیدانم چی طور عذر پرسم. به خدا نمیدانم چی طور عذر پرسم زیلال. به خدا رویم نمی شود. هر چی گویی حق داری. به خدا شما را عذاب زیاد دادم. از نافهمی هم کردم. خدا صبر دهد پسرم. مرا ببخش پسرم. ببخش. التماس میکنم مرا ببخشید. پدرت رو تنها مگذار زینب. تو را زینب. حساست رو میگیرم برفین. قسم میخورم که میگیرم. آن تشکیلات خائن اول آزادی امان را، بعد اولادمان را، بعد نشخمان را از ما را بود. قاتلان تو به جزا نمیمانند.
ولی زهرا آیشه در کجایید؟ گپ زدید چرا این کارو کردید؟ چرا پیزرم رو براندید؟ گپ زدید چی طوری خدتون با این طاقت کردید؟ و سلیمان تهمت کردید خانه‌اش رو پرتافته گریخت فرزندانش پریشان شدن گپ زدید که پیزرتون شما را عذاب نمیدید چرا خاموشه؟ آخر برای چی این کار رو کردید؟ برای چی؟ من شوخی نمیکنم اکا با خدا میپرانم این کارو نکن حامد نپرانید پدر رحم کن برا نپران شما با پیزاری من رحم کردید چرا فرزندم رو پراندید پدر نپران التماس پدر مرا سردید گفتم از فکر آمدون شب امید نباشد این پسرت را هم میپرانم سردید مرا اکا علی رو هم نکشه اما سردید دمر جان پدر جان رها کند مرا پدر جان کجا میبری خدایا این چه رزه سردید علی خوب است پسرم خوبم پدر مرا سردید بودم من رو بپرم گفتم بپرم مرا سردید زیق نشود اکا جان لیلا بابایم سلاحی داشتن آن در کجاست؟ بابایم سلاح استفاده نمی کردن یلماز در صندوق یک سلاح هست عمر اون سلاح رو چیکار میکنی یلماز؟ از تو میپرسم چیکار میکنی؟ قصاصی بر فیلم رو میگیرم یلماز ایستو یلماز آقای طاهر التماس کمک کنید چی واقع دیلا؟ یلماز برای قصاص برکین را گرفتن سلاح گرفته به نزد چینان رفت به کدام طرف رفت؟ به طرف قزلکیه رفت
در خانه من چی میکنی رافع خواهیم؟ التماس خاموش زلال. اگر حامد مرا یابد میکشد. همین خیز را کرد و در اون در را زخم دارم زلال. این دفت خونت رفته میمیری. پیسری برادرت را کشتی، گناه را به شوهری من بر کردی، خانه آبادم را ویران کردی، برادرم در دست بیگناه ها کلان شد. خدیجه و برفینم مردم. سببگاری همه بلاهایی به سرم آمده تو هستی. مگر تو را به حامد میدهم، خودم تو را میکشم. یلماز ایستا یلماز. مرا به حالم گذار طاهیر. دیده و دانسته با کام مرگ میروی یلماز؟ بله میروم. برای انتقام برفین را گرفتن با کام مرگ میروم. به برفین زندگی برایم حرام است. یلماز مگر تو فکر دلاوا مرا نمیکنی؟ آنها را به سایی بگذاری. این طور شود ندارم. بس است با خود بیا. بس است با خود بیا. با خود بیا. اگر برفین همسر تو باشد خواهری من بود. خواهرم را سالهای دراز نمیدانستم و ندیده بودم، از دیدارش سیر نشده بودم. او را نو یافتم، حتی او را با آغوش نگرفتم. باید من به دستی را گرفتم بکو برایم یلماز، اما باز فکر مادرم و همسرم را میکنم. آنها را تنها گذاشته نمیتوانم. تو هم نباید دلای او مرا تنها گذاری. انتقام برفین را از سینان میگیریم. چی طور میگیریم؟ با دست و پایی بسته چی طور انتقام گرفته میتوانیم؟ با قانون، با سربازان و پلیس یک جا شده از سینان انتقاممان را میگیریم یلماز. آخر من چطور با سربازان و پلیس یک جا میشوم؟ من سابق سلاح دارم. اگر به دست افتم من میگردم طاهیر. دولت نفرانی را که خودشان تسلیم میشوند عفو میکنند. آخر تو از تشکیلات روی گردانده ای، حاجتی ترسیدن نیست. پس من چیکار کنم؟ با استفاده از قانون عفو تو محافظ میشوی. این کارو نکن زلال، به من رحم کن. مگر تو به من رحم کردی؟ نپران التماس، التجا میکنم نپران. من دستانم را با خونی سیاهی تو آلوده نمی کنم. تو را به حامد میسپارم. این زلال به نزد حامد نرو. بیا مرحمت کنی فردا مبارک شود. یعنی برای محافظ شدن راضی شدی یلماز؟ برای مال و جان آدمان را از تشکیلات حفظ کردن آماده‌ام قماندان. تشکر. مبارک شود. کنی تشکر آقای رئیس. قماندان این بچه ها محافظ شدن میخواهند. شناسنامه هایتان را گرفته حجت های ضروری را آماده می‌کنید. تشکر قماندان. هر دویتون هم با قانون عفو از جزا آزاد شده میتوانید. سلامت باشید. سلامت باشید. به اینجا فردا. من مراد از ده قرلی مادرم را تشکیلات کشت. به اینجا. من باید با این تشکیلات بجنگم، دیگر راهی نیست.
من هم محافظ بودن میخواهم قماندان. خوش آمده برادر، خوش آمده. پرتا باز این حافظانش دردی سرم شدن. پرتا الدو چرا اینقدر دیر اومدی؟ سنگوی در کجا بودی؟ چیکار کردی؟ یک خانم قیزبان، من یک آدمی سرکارم. وقتی با شما بیهوده گپ زدن را ندارم. الدو این چیپان خیلی با عقل است. آمدم معلمه. چیکار کردی الدو؟ همه دیه های گیرد و اطراف را گشتم. رحمتی رئیس ناحیه در همه دیه ها اعلان کرده بوده است. همه برای تحصیل فرزندانشان راضی اند. اما در دیه دره مشکلی است. آنها هیچ راضی نشدند. با رئیسش گپ زدی؟ گپ زدم، همه‌اش را فهماندم، اما آن آدم از یک رویش هیچ نمیماند. من خودم رفته با رئیس گپ میزنم. بخیر است، به کجا میروی؟ با دیهی داره. آنها فرزندانشان را برای تحصیل نمیفرستانند. باید رفته با آنها صحبت کنند. زینب، احوالمان معلوم است. تو نباید خودت را در خطر گذاری. باز انتخابات می شود. سلاحداران در همه جا تقسیم شدند. با آنجا رفتن خیلی خطرناک است. راست میگویی. اما باید بچه‌های این دیه نیز درس خوانند. هر یک طلبه‌ای که به مکتب می آید یک شاخه تشکیلات را می شکند. باید آنها رو به اینجا بیاریم طاهر. راست آخر زینب، به دیه دره تنها رفتنت خیلی خطرناک است. طاهر، بیا از قماندان خواهش کنیم با زینب سربازانش را فرستد. نمی شود یلمت. به این هم مردم می ترسند. باز اگر در بری من سربازان رو ببینم ترسشون زیاد شده، فرزندانشون رو نمی فرستند. اینطور باشد. مسلح شده خودم و معلم زینب رو به دیه دره میبریم. حالا نمیمیری. حمید در خونش نیست. به جستجوی تو برآمده است. لیلال، زخمم وزنین است. پسرت رو جیغ زن، وگرنه از خون روی زیاد میمیرم. بمیر، ما هم خلاص شدیم. ما آماده ایم. خیر مایدش، رفتیم. من هم بیایم؟ نه قزبان، تویید. قزبان اینها مسلح شده به کجا میروند ها؟ برای دعوت به تحصیل به دیهی دره. چی؟ به کجا میروند گفتی؟ به دیهی دره. از آنجا برای مکتب طلبه میخواهند. دیهی دره ها. دیهی دره. خدا. کنی آواز دهید. آفرین، کنی بیاید تو هم آوازت را ده زودتر. اگر نامزدی ما برد نکند همتون را با صندوقچه‌تان یک جایه به زمین میگرونم. دانسته باش رئیس. چی گوید میکنیم قماندان؟ نکنید و روزتان را بینید. آن وقت دهی دره ماتم میشود. کنی بیا اینها را به صندوق بر. بیا به صندوق بر گفتم. بیا به این طرف. کنی همه با آواز دهی. کنی تو هم آواز ده. اوزون بیا میرویم. رفتیم. کنی سلاح هم را ده. معلمه، انا این کس رئیس دیهی دره هستند. روز بخیر رئیس. من زینب، معلمه دیهی آبی کلان. سبب آمدنتون رو میدونم خانم معلمه. خودتون رو عذاب ندید. در این دیه کودکی به مکتب میرفتگی نیست. رئیس، شما از فشاری تشکیلات نترسید و به بی‌ثبات ماندن فرزندانتان هم اجازت ندهید. قربانتان شما مرا به حالم گذارید. به این هم جانم به نوک بینیم آمده است. از رئیس بوی امید نیست. رفتیم. من گفته بودم که باید یکم کار کنیم. پسرک، نامت چیست؟ حسن. پدر و مادر در خونه‌اند؟ نه، با آوازی رفتن. در خونه‌تون یگان آدمی کلانتری هست؟
تو کیستی دخترم؟ من معلمه دهه آبی کلانم. اگر اجازت باشد با شما صحبت کردن میخواستم. کنی زود باشید، حالا کارهایمان خیلی زیاد است. سینان چی میگویی؟ سینان مرا میشنوی سینان؟ گوش میکنم قماندان. از رئیس آبی کلان معلومات گرفتیم دکتر و معلمه در دهه دره هستند. من هم در همین دهه‌ام قماندان. این طور باشد هر چیز زودتر آنها را نیست کن. خوب شده از قماندان اجرا میکنم. اوزان کنی این را گیر. آماده شوید، به دهه دره میرویم برای خورسندی. زودتر برای خورسندی میرویم. زودتر باشید. هیچ روزی خوش را ندیدیم دخترم. چند وقت می شود که کم بغلی میانمان را شکسته است. باز این ظالمان ما را غارت کردند. البته می خواهیم که فرزندانمان خوانند، مثل ما بی سواد نمانند. خدا از شما راضی باشد. به خانه امان آمدید، پسرمان را خواندن می خواهید، اما آخر یک شما نیستید. آدمانی زیاد می آید. یعنی چی طور؟ باز کی آمده بود؟ به خدا من هم کی بودنشان را نمیدانم. مثل غارتگران به خانه آدمان در آمده مال و اموالشان را به خود گرفته می روند. اگر سدی راهشان شویم جنجال را می بردارند. باز بعد یک گروه دیگرش می آید. اگر به اینها یگان چیز ندهید خانه و درتون را می سوزانی می گوید. در بین راه مانده اید. اگر به آنها نگوییم می کشند. اگر راضی شویم باز هم عاقبتمان مرگ است. چیکار کردنمان را نمی دانیم. خاله جان، ما از شما چیزی طلب نمی کنیم. به شما و فرزندانتان ضرر نمی رسانیم. ما تنها می خواهیم که حسن به مکتب رود. البته اگر شما اجازت دهید. می دانم. خدا راضی باشد. چهرت پر نور است، پاک است. من او را به شما می دهم، اما نمی دانم پدرش راضی می شده باشد. بیبی جان، اگر خوندن و نوشتن رو یاد گیرم به شما هم یاد میدیم. با خیر است مادر؟ کنی بیا پسرم بیا. بین انا این دختر معلمه دهه آبی کلان است. انا این جوان باشد دکتر است. خوش آمدید. خوش آمدید. بگویید چید؟ اگر شما اجازت دهید پسرتان حسن به مکتب رفته تحصیل کند. او چه ها میگوید؟ اپا نترسید، ما به شما ضرر نمیرسانیم. تنها میخواهیم که او صاحب علم شود. گوش کنید، من یک کسی بیچارم، خوبه جنگ و جدال ندارم. از آدمانی رفته و آمده کم شلاق نخوردم. دیگر چیز در خانه هم نمانده است که دیهم. بیهوده خودتان را خسته نکنید. اگر نخواهید که پسرتون مثل شما پریشان و بی‌سواد شود، او را به مکتب فرستید، صاحب علمش کنید. دیگر راه نیست، وگرنه او هم گرفتاری عذاب می شود. مادام که این طور است، بگذار گپ شما شود. پسرم به شما امانت. تشکر. سلاح داران به همین طرف می آیند. الدار، این سینان است. آنها را خبردار کردن لازم. مایلش. سینان می آید. بیا زودتر از اینجا می گریزیم. زودتر. بیا زودتر. آها، انا معلمم و دکتر. حرانه. خفا کرده.
پرانه یعنی به این طرف رفتیم، به این طرف بیایه. به این طرف از پسشان شوید، به این طرف بسار. خیز کنید زودتر. خونه را کابید زودتر. اوزون کابید. به ناموس دکتر و معلمه را در کجا پنهان کردی؟ من پنهان کردم، از در قفا گریختم. در اینجا چی کار داشتن؟ تو را از کجا میشناسند؟ با خدا من اونا رو نمیشناسم، خودشون به در خونه هم آمدند. گوش کن ابلهی به ناموس، با من دروغ نگوی. نکوش، قربانت شوم، نکوش. اوزون میرویم، بیایید با من بیایید. زینب تو قدر دستم رو محکم کن. بیا با این طرف. احجاب باش، احجاب کن. با این طرف. اوزون ایستا، نپران. سینو تو رو نمیفهمم، چرا نپرانم؟ بی عقل سربازان در دهند، به سرمان بلا میاری. به من گوش کن اوزون، از این واقعه ها باید قماندان خبر نشود. اگر شنیدم زبانتون رو میبرم. کنی راه گردید رفتیم. راه گرد حیوان. من برای شما بازی خوبی تشکیل میکنم، هر دویتون را میکشم. با کارهای انتخابات مشغول بودم، از برفین بیخبر موندم. چی گفتنم رو هم نمیدانم. خدا رحمت کند. تشکر فؤاد. یلماز، احوالت خوب نیست، زود به خونه رو. نه دلا، نمیخواهم. دلو راست میگوید یلماز. بیا همراه میرویم، کمی در خونه صحبت میکنیم، بعد من به ده هم برمیگردم. دلو، مادرم در کجایند؟ نمیدونم، چند وقت باز ندیدم آقای طاهر. مادر جان، شما رو نیافته خواهد شدم. در همین جایم پسرم. چرا در دستی ما گرفته در اینجا نشسته اید؟ در آقلگان کس هست مگر؟ تو با این کار دخالت نکن گفتم. شما چی کار کردید؟ این خوین رو به حامید میسپارم. خاله جان، اگر این طور کنید پدرم امکم رو میکشند. خیلی خوب،
من هم همین رو میخواهم. نصف شود. بابا کمک کن دکتر، با خدا میمونم. زینب، امکت رو زودتر به نقطه تیبی بردن لازم. مالش یک طرفی از ازش دور شوید. مادر او زخمی است، خونی زیادی رفته است. اگر معاینه نکنیم اون میمیرد. با آدمی بیرحم من هم رحم ندارم. بگذار میرد. مادر جان، نخواد این گپ رو از شما میشنوم. مگر شما هم مثل او بیرحم شده میتوانید؟ برفینم رفت. خدیجه هم رفت. خونم رو ویران کردن. حالا من نمردم ها؟ نه اما که روفی حالو نمرده اید. تشکر دکتر. خدا شفا دهد آقای رافی. برای چی امک؟ برای چی این کار رو کرده؟ سالهای دراز به این آدمانی بیگناه تهمت کردید. زینب، و امکت فشار نهار. گلی در کجاست؟ ینگه جان، شما چرا در اینجا نشستید؟ چیکار کنم آخه؟ در آمده برای حامد نگاه میکنم. کاری کرده یه فقط برا شرمنده کرد. هر کس برای گناه خودش جواب کرد. کنی با من بیایید. پدرت حالا هم نامده زینب. رود و امکت رو کشته باشد. خواطر نشوید ینگه جان. اما کم در نقطه تیبی. در نقطه تیبی؟ اما چی دارد؟ خوب است؟ تیر به دستشان رسیده است. طاهر زخم را تازه کرد. عین حال حالتشان خوب است. بیا زودتر به اونجا رویم. یعنی اخم در نقطه تیبی اند. خونی بیلالم در راه نمیماند. حامد مادر ایسته. حامد تو کاردار نشو. دختر تو کاردار نشو دخترم. آقای طاهر، اما که حامد بیاید. چه؟ زودتر رو محکم کن دیلا. زینب باینده گلی کوشش دارن پیش راهشان رو گیرن و فکرم اینجا بودن اما که رافی رو میدونن. خدا مرا میکشد دکتر. من باید گریزم. تیز راه شو. حامد نکن این کار رو. حامد زودتر اما که رافی. و من کاردار نشوید. سردیت مرا گفتم. حامد خانه باید که خواهینم. رفتن و آقای. من راستش رو گویی. او را پنهان کردی. پنهان نکردم آقای حامد. زخمشون رو بستم و بعد برآمده رفتم. پدر، از مرگ امکم به شما چه فایده میرسد؟ شما برادر هستید. خونی هم دیگر رو نرزانید آقای از حامد. این پس ما برادر نیستیم. قاتل پسرم دشمن جانی من است. یک طرف ایستید. گریختند. در مرکز چی واقع باشد؟ چی واقع شده باشد؟
هوا خیلی خنک است. قماندان ها تو را جگ میزنند سینان. سلاحم را دار اوزان، با من بیا. کنی یک طرف است. کنی بیا. به خدمت آمادم قماندان ها. نتیجه انتخابات خوب نبرآمده سینان. این مردم کار نمکند. اگر سلاح را از پیشانشان دور کنیم ما را نصف میکنم. این روی خط دهه های به تشکیلات خیانت کرده است. این دهه ها برای با دشمن همکاری کردنشان باید جزا بینند. این فرمان قرارگاه بزرگ است. اطاعت قماندان. پگاه معلمه آبی کلان چون رمز اعتراض به تشکیلات مکتب را میکشاده است. اگر پگاه سری راهی دکتر و معلمه را نگیری ما سری تو را میگیریم سینا. خواطر نشوید قماندان. پگاه روزی قتل عام میشود. یگان امر دیگری ندارید؟ بدرون برا کنی یک طرف است. اوزون سلاحم را ده. کنی جمع شوید. کنی همتون جمع شوید. من همین طور جمع شوید. گوش کنید، همتون آماده شوید. پگاه کاری خیلی مهم داریم. سینان ایتن صحت به شدی. فکرم من به تو لازم میشوم. خوب شد که آمدی ایتن، خوب شد که آمدی. بیا بر این طرف بیا. پگاه ها میمورم گفتی؟ دکتر و معلمه روزی آخرینشان. ایتن روزی آخرین. آفرین به من. آفرین سینا. گذارید در یک صف ایستید. آلدو آن کودکان رو هم در صف را مایلش انا ببین طاهر، از دههای در حسن هم اومد. بیا. خوش آمدید خاله جان. خوش باشی دخترم. شما چرا خودتون رو خسته کرده آمدید؟ آخر پسرتون خودش آورده نمید. آمدن خواست اما من نگذاشتم. میترسم که در راه به یکم بلای دچار میگردد. آخر من به آنها لازم نیستم. شما هم با دقت باشید. بیا زودتر. آنها را هم گیر آنها را هم گیر. خوش آمدید خواهر. خوش باشه طاهر. بیا چرا دیر کردی؟ اینها باشند از دهه ما هستند زینب. آدمان امک مسلم هر روز کودکان را آورده میبرند. عائله های ثروتمند دهه مصرف تحصیل کمبیزوات ها را به دوش گرفتند. تشکر زیاده خیلی ها ببسید دوستان. آزا با من دید همین جواب تمام گوش کنید. برای چی با آدمی ما آواز ندادید؟ مایلش شما را بخشیدم. روید و خدا دلم سوخت. کنی آتش. در اینجا چیکار میکنید سینان؟ آخر هدفمون معلمه و دکتر است. نوبت با آنها هم میرسد. کنی زودتر زود باشید. میرویم. رفتیم. گوش کن به نقطه‌ای که بیرم به فقط گوی که زودتر سرباز آن را بزند. شما را فاتحه کرده بعد هر چیز زودتر در روزهای نزدیک تویتان را هم میگذرانیم. حضور مگر وقتی همین گپ هست چون برفین رانا به خوک سپوریدیم. بله یولمز.
حالا بر وقت است. اگر برفین زنده میبود او هم زودتر خانه‌دار شدن شما رو میخواست. آقای فؤاد! آقای فؤاد! چی شد یوسف؟ زیر دارم بده هجوم کردن همه رو کشتن. آقای مسلم از سربازان کمک میخوان. گفتن که به فؤاد خبر رسان. مادر جان بیاید شما رو به نقطه تیبی برم. احوالاتون خوب نماید. برای برفینم، برای خدیجه‌ام جگرم میسوزد پسرم. هیچ دارویی به من فایده نمیبخشد. طاهر سینان به دهه فؤاد هجوم کرده است. چی؟ سربازان با آنجا میروند. برای زخمی ها قماندان میخواهد که تو هم بیایی. میرم پسرم. آقای فؤاد با سربازان برام من آنها رو میابم. من هم روم آقای طاهر. تو نه آقای دیلا، آنجا خطرناک است. شما هم اینجا ایستید. کی میداند چی میشود؟ مایلش باید راه های درآمد دیها را نظارت کنیم. من رفت آدمان را خبر میکنم. رفتیم من تو را نفهمیدم سینان. برای سربازان را از آبی کلان برآوردن، اول به چردکلی هجوم کردیم. همینطور آدمانی در چردکلی مونده اما سربازان را به خود جمع میکنند. ما باشیم به آبی کلان هجوم میکنیم. بیایید رفتیم بیچاره معلمه را انتظار نکنیم. امروز روز اولینی درسمان است. بیایید با هم شناس میشویم. طلبه های پیشینم را میشناسم، اما در بینمون طلبه های نو نیز هستند. مثلا انا این پسرک زیبا. من حسن از دهه دره. تو از دهه بزرچه این نامت چیست؟ بله نام من آیشم. سربازان آمدن. گریزه ایدر باشه بشو. محمود بایدر بابا بزرگ تو طرف نگاه کن. نفس من دکترم. از آبی کلان اومدی ها؟ بله. زودتر برگردید. سینان با دهتون رفت. نه این توم است. زینب ایستا احمد رو با من ده. من آمد آقای دکتر. چه بابای سینان اینها را محاصره کن. برای به مکتب رفتنشان مانع شو. بعد به مکتب بیا. کمی زودتر. بزرگ شما با من مانید. تنها دامادهای آقای رافعی را یافته توانستم و خلاص. قوی ما برای محافظت کردن دهه نمیرسد. مراد راست میگوید. بیایید ما مکتب رویم. زینب و کودکان را محافظت کنیم. مایلش رفتیم.
جایی که کوچه دیگر میگذاریم. بگذارم جون کنه. خوین ها بیناموس ها روی مکتب رو بستند. آخر ما بدام افتادیم. آفرین بچه ها. کن یک با من بگوید کلون شوید کی می شوید؟ من کنی تو گفت مفید. من مهندس میشوم معلم. من همین خیال تیاره های کلون میسازم. برای چی تیاره ساختن میخواهید؟ معلم شنیدم که تیاره از همه چیز تستر حرکت میکنه. از قطار، از اتوبوس، حتی از اسب ما هم تستر میرفته است. یعنی همه چیز رو میگذارد. بله راست میگی. ها اگر ما هم یک تیاره میداشتیم با جای خواهمون زود رفته میرسیدیم. پدر و مادر کسی در راه دور باشد با اون سوار شد زود به نزدش میرود. اگر تیاره میداشتم من هم به نزد پدرم میرفتم. پدر در کجاست مفید؟ برای کور به استانبول رفتم. الف تو که شدن میخواهی؟ من پیش ما معلمه بشوم. من خوندن و نوشتن و یاد بدیم. باز تکی یاد میدهی؟ و مادرم و اکا. انشاءالله جانکم انشاءالله. معلمه جان من بترجم. کنی اینجا بیا. معلم مرد سینام. آن شوهری دخترت را هم میکشم معلمه جان. دلم نمی شود که شما از هم جدا باشید. آخر این پیرهمیست. ایتین رفتیم راه گردید میرویم. سیدا
پیراهه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.